نهاد مدنی حرکت سفید میگوید تلاش‌های فرهنگیش را برای ساختن یک ملت واحد در کشور ادامه می‌دهد. با باور مسئولان این نهاد مدنی، سیاسیون کشور در بیشتر موارد از اقوام مختلف در کشور استفاده سیاسی کرده، اما برای پیشرفت و ترقی اقوام کاری را انجام ندادند. آنان میگویند حالا وقت آن رسیده است که بجای تعصبات قومی، سمتی و زبانی میان مردم روحیه وحدت ملی تقویت گردد. محمد خالد رازی رئیس نهاد مدنی حرکت سفید گفت: ما منحیث جوانان از این کشور، منحیث کسایی که با در نظر داشت اصول کارها و فعالیت‌های رضاکارانه در کشور فعالیت میکنیم و کار میکنیم، با یک افغانستان که در اونجا خشونت باشه، جنگ باشه و تبعیض باشه و تبعیض نژاد قومی باشه باورمند نیستیم. مسئولان این نهاد همچنان گفتند که یکی از عوامل عقب‌مانی کشور در بخش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناامنی و نابسامانی هایی است که علت آن فقط نفاق و تعصب میان مردم خوانده می شود. آنان تاکید می کنند که تلاش هایشان را در خصوص برگزاری نشست ها، دادن آگاهی عامه و گرفتن مشوره مردم برای کاهش مشکلات موجود در کشور بیشتر می سازند. در نشست برگزار شده از سوی حرکت سفید، تعداد از کارشناسان در خصوص موثر بودن یک ملت واحد در کشور صحبت کردند. در این نشست احمد ضیا مسعود، نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، تلاش‌های آغاز شده از سوی نهاد را ستایش کرد و گفت افغانستان به یک ملت سازی ضرورت دارد که ارزش‌های ملی، تقاضای مردم، اراده مشترک و مفاد اقتصادی در آن مسئول باشد. در جامعه که یک سازمان سیاسی یا یک نهاد سیاسی وجود داشته باشد و مردم دارای مشترکات فرهنگی بوده باشند، تاریخ مشترک و زبان مشترک داشته باشند، اونمو جامعه را ما میتونیم که یک ملت بگوییم. و بخصوص کسایی که از امو نهاد سیاسی یا از امو حکومت و از قوانینی که در اوجا حاکم است اطاعت بکنند، که مربوط همه گروه های قومی در محتوای یک دولت میشه، اطاعت از یک قانون یا از یک نهاد سیاسی میتونه که یک ملت به وجود بیاره، یک ملت شکل بده. این در حالی است که برخی از مردم در افغانستان میگویند از تلاش‌هایی که در جهت ایجاد وحدت میان مردم در کشور صورت میگیرد راضی نبوده و به باور آنان در چند سال گذشته سیاسیون، برخی از مسئولان حکومت و بزرگان قومی بیشتر به جای ایجاد وحدت ملی به منافع خودشان فکر کردند.